برنامه امروزه را به روز مادر بخشیده سبزبهار خوجند عنوان گذاشتیم. برای آینده فرداساز ملت پیش از همه سحر مادران بانوان به نهایت کلان است. رشته نخستین بینای شخصیت را تعلیم و تربیه میدیم. وقتی زن این شوهری صادق و مهربان است، کنی مادرای ما که امروز حضور و حلاوت و از دست آوردهای ما لذت برند. الله جانم الله یا فرزند جانم الله یا. من بسیار میخواستم که با خوشتامنی شما صحبت کنم. اویله همین حقوق شناسا که تربیه یافتیم کلان شدیم، کسب پدر و مادر دوام داده ایستادیم. قسم حربی قشون‌های سرحدی 0308 به خدمت کرده حاضر. دوش بودم هم نفس تنها به یک جانانه. در زمان حاضره تبسم خیلی رول کلان رو بازی میکند. منم کوشش میکنم که مثل همه اینها یک زنی با ابرو با مرتبه گردم. صلح و ثبات کامل کشور بود که امروز سرود علی مادر طنین انداز است در هر یک خاندان. ای اصل شما، شکر شما، قند شما، مادری جان مونیس دل بند شما.